به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیزی که در این برنامه اشتراک کردند و این صحبت کوتاه را میبینن و میشنوند. یکی از بخت‌هایی که در زندگی نصیب من شده به تبع شغل ویراستاری هست که در حین کار خودم بسیار کتاب‌های مفید میخوانم. البته بعضی مواقع هم کتاب‌های از سر اجبار میخوانم که چندان هم کارآمد نیست، ولی بسیاری از کتاب‌های مفیدی که در این سالها می‌خواندم کتاب‌هایی بوده که در حین ویرایش خواندم و قسمت دیگر این بخت این هست که من این کتاب‌ها را حتی پیش از انتشار می‌خوانم و بعضی مواقع دو بار و با تمرکز بیشتر، چون به هر حال در کار باید تمرکز وجود داشته باشه. و یکی از کتاب‌های مفید و سودمندی که در این مدت خواندم و برای من بسیار پنجره‌های جدیدی از حقایق را گشود، کتاب جعل تاریخ و تاریخ جعل در افغانستان از جناب دکتر مهدی است. این کتاب از این جهت برای من جالب بود که خب سالها من کتاب‌های تاریخی در افغانستان هم خوانده بودم، هم ویراستاری کرده بودم. افغانستان در 5 قرن اخیر، افغانستان در مسیر تاریخ، افغانستان در قرن 20 و بسیار کتاب‌های دیگری از این قبیل. و بعضی از این امور به شکل باورهای رسوب یافته حتی در ذهن خودم حک شده بود و حالا میبینم که بسیاری از این باورها حقیقت تاریخی نداشته. خب طبیعتا ما بسیار نیازمند به این هستیم، به خصوص که ما در وضعیتی به سر میبریم که بسیار تاریخ سازی ها شده و عمدتا هم ما در برابر این تاریخ سازی ها یا بی اطلاع بودیم یا کم جرأت، یا خبر نداشتیم که این قضیه اصلا اصالت تاریخی نداره، یا این که جرأت اظهار و ابراز این نبوده، به تشابه با اون داستان لباس پادشاه که پادشاهی بود که لباس نداشت و افراد جرأت نمی‌کردن بگن این حقیقت را، به این اعتبار که خودشون متهم می‌شدن، چون گفته شده بود که هر کس که این لباس را نمی‌بینه خودش مشکل داره. ولی بعد یک عده پیدا شدن و این جرأت کردن و وقتی این جرأت پیدا شد عمومیت پیدا کرد. بعد همه مردم گفتن که این پادشاه لباس نداره. ما نیازمند این وضعیت هستیم، یعنی کسانی باید در اول جرأت بکنن و این جعل‌های تاریخی را که در کشور ما اتفاق افتاده نشان بدن که چه مقدار اینها ایراد داره و چه مقدار خلاف واقع هست. و جناب دکتر مهدی از این جهت خب کار بسیار ارزشمندی کردن و فریاد زدن بسیاری از این حقایقی را که به ظاهر حقیقت داشتن ولی نداشتن، یا برعکس حقایقی که کتمان شده بودن و پوشیده نگه داشته شده بودن. خب طبیعتا این بسیار برای ما کمک میکنه که ما هم این جرأت رو پیدا بکنیم و هم این آگاهی رو پیدا بکنیم، چون در اینجا میبینیم که بسیاری از این سخنها در سالهای اخیر بر اثر تتبع و راه یافتن و دست یافتن به منابعی به دست آمده که قبلا در اختیار ما نبوده، در اختیار مردم ما عمدتا نبوده. بعضی از این منابع در کشورهای دیگر بوده و بعضی به صورت ترجمه نشده بوده، بعضی در زبانهای دیگر بوده و اینها طبیعتا یک مقدار زیادی نیاز به فرد یا افرادی داره که وقوف و آگاهی و دانایی این موضوع را هم داشته باشن، علاوه بر این که جرأتمندی برای اظهار اینها دارن. و این دو چیزی هست که ما در کتاب تاریخ جعل و جعل تاریخ و تاریخ جعل در افغانستان میبینیم. چون این مسئله هم هست که بسیار مواقع ما با این جعلیات وقتی میخوایم مبارزه بکنیم و حقایق رو آشکار بکنیم این آگاهی رو نداریم، یا بعضی مواقع این اتفاق هم میفته که باز از این جهت ما در دام این پدیده میفتیم. من باری برخورد کردم به یکی از دوستانی که عقیده داشت که در برابر تاریخ سازی هایی که در مورد سلسله های حکومتی در افغانستان شده و بعضی از اینها ارتباط داده شدن به بعضی از اقوام خاص، ما هم میتونیم در جهت مقابل او این چنین کاری بکنیم و مثلا بعضی از سلسله های شاهی را ارتباط بدیم سلسله های شاهی قبل از تاریخ قدیم این منطقه، دوران های قبل از اسلام و اینا. و بعد وقتی میگفتیم که مستنداتی برای این واقعا وجود داره یا نه، دوستان میگفتن حالا مستندات خیلی هم مهم نیست، وقتی طرف این کار رو میکنه ما در مقابل یک
عمل قرار داریم و باید عکس العمل مناسب داشته باشیم. عکس العمل ما اینه که ما هم این چنین کاری بکنیم، ولی واقعیت اینه که عکس العمل در برابر جعل تاریخی دوباره جعل تاریخ نیست، بلکه عکس العمل در برابر حقایق روشن کردن و روشنگری درباره حقایق است. چیزی که در این کتاب جعل تاریخ و تاریخ جعل در افغانستان ما میبینیم و به این جهت به نظر بنده بسیار کار ارزشمندی است. این کتاب باید قدردان بنگاه نشر کتاب کابل جناب دکتر مهدی و همه کسانی باشیم که در تدوین این کتاب و همچنین در مراحل آماده سازی این کتاب نقش داشتند و یک سند معتبر و قابل توجهی برای ما ایجاد کردند که با اون میتونیم مقابله بکنیم در برابر این روند تاریخ سازی که حدود یک قرن هست که در کشور ما حاکم شده و حتی شاید کمی بیشتر از یک قرن. امیدوارم که همه ما این کتاب رو بخونیم و کسانی که دستن در کار تحقیق و پژوهش در تاریخ هستند و انصاف روشنبینی کافی رو دارن، اونها هم این جرأت، این جسارت و این احساس مسئولیت و وظیفه رو احساس بکنن که چنین آثاری ایجاد بکنن تا بلکه ما بتونیم به یک تاریخ روشن‌تر، شفافتر و بدور از جعل و تاریخ سازی در کشور خودمون مواجه باشیم.